میگم یا که مرگ یا که ایران باز. هموطن بیدار باش، آره میام باد که جلو دشمن و باستیم مثل دیوار باز. گوش بده به صدای بلندم، نمیشنوی میکنم صدامو بلندتر. تا وقتی بزنین حرفای کلیشه‌ای به هیچ وجه حقیقت رو نمیشه دید. شاید واسه یکی این آهنگ تکرار براش، فکر میکنه از این راه میکنم امرار معاش. ما نمیخوایم که توی ظلمت کدر شی، میخوایم ایران رو پر بکنیم از انرژی. گوشتو باز کن، آماده شو واسه حرفی که مجبور بره به طرف فاز منفی. سهراب میگه زندگی بکن تا شقایق هست، ولی باید چشما رو حقایق بست. یعنی من اگه خود رو اسیر منطق کنم، باید از حرص و ناراحتی من دق کنم. حتی در بستر مرگ متاعم دفتر من، خطابم بر همه هست تا من ارشد رب باشم و خصلت ایرانی رو در پیش میگیرم. خاکی زندگی میکنم و درویش میمیرم.